درود خدمت همه همکاران و دوستان ارجمند و بزرگوار. امروز در رابطه با یک موضوع کلیدی و مهم توی تأسیسات برق ساختمان و صنایع قرار یک موضوع را خدمت دوستان ارائه بدم و انشالله که مثمر ثمر واقع بشه و بتونم در واقع خدمتی به همکاران عزیز کرده باشم. بحثی که امروز قرار مطرح بکنیم مقاومت عایقی حاده‌های استفاده شده در صنعت ساختمان و دیگر صنایع هستش که میتونه عامل آتش سوزی و یا حوادث ناگواری برای اون صنعت در بر داشته باشه. همونجور که دوستان و همکاران عزیز مطلع هستن، هادی ها با توجه به اون عایقی که در واقع اطرافش رو پوشش داده به مرور زمان دچار یک پیری میشن، دچار یک فرسودگی و از بین رفتن اون مقدار ایزولیشنی که باید داشته باشن میشن که این میتونه باعث بروز جریان‌های نشتی و بعدها به مرور زمان باعث اتصال کوتاه با هادی‌های بیگانه و یا حتی هادی‌های همجوار خود بشه که میتونه حوادث ناگواری رو برای ما در بر داشته باشه. ما به خاطر اینکه جلوگیری از این پدیده ناگوار بکنیم، قاعدتاً باید تست‌های مدون و دوره‌ای داشته باشیم و برآوردی از میزان مقاومت عایقی هادی‌ها داشته باشیم، ببینیم به مرور زمان آیا دچار شکست عایقی میشن یا دچار اون پیری زودرس، یا حالا با توجه به اون عمر مفیدی که برای هادی در نظر گرفته شده پیشگیری بکنیم از بروز وقایع و اتفاقات ناگواری که میتونه باعث آتش‌سوزی و حوادث حتی جانی برای شهروندان بشه. استانداردها و دستورالعمل‌هایی که تدوین شده و ما رو ملزم کرده تا بتونیم از اونها به عنوان یک الگو بهره برداری بکنیم و توی برنامه‌ها و فرایند تست‌های دوره‌ای ازش بهره ببریم. خب قاعدتاً رفرنس داریم، ما میتونیم از استانداردهایی که توی این زمینه مطرح شده تو بحث مقاومت عایقی، از استاندارد IEEE 43 پارت 2000 و یا NFC 1500 و همچنین IEC هم توی در واقع چند تا از استاندارداش این موضوع رو مطرح کرده، توی 60598 اگر اشتباه نکنم و یا 60439. توی این چند تا در واقع استاندارد ما رفرنس های خوبی داریم برای مراجعه و مطالعه بهش که بتونیم مقادیری که حالا گاهن استانداردها اعداد و رقم های متفاوتی رو با توجه به ماهیتی که حالا محیط داره، خود کاب میتونه داشته باشه، ساختارش، درجه حرارت، رطوبت و آیتم ها، پارامترهای زیادی هست که باید در واقع بهش توجه و اهمیت داده بشه. اون مقدار شاخصی که ما باید در حین اندازه‌گیری داشته باشیم و بهمون در واقع نمایش میده و مشخص کرده تا بتونیم راحت ازش الگو برداری بکنیم. ما برای اندازه‌گیری مقاومت عایقی قاعدتاً به یک دستگاه تست مقاومت عایقی که حالا به اصطلاح شاید اشتباه اینو خیلی از عزیزان به اسم مگر میشناسن. مگر اسم یک برند، یک کمپانی هست. این قاعدتاً نمیتونه دستگاه مقاومت عایقی همیشه به اسم مگر شناخته بشه. مگر یک کمپانی و برندی هست که یکی از محصولات تست‌های اندازه‌گیری، دستگاه تست اندازه‌گیریش خود دستگاه تست مقاومت عایقی است. ما توی بحث تأسیسات ساختمانی با توجه به اون مقدار ولتاژی که توی در واقع مدارات داریم که حالا گاهن اگر تک‌فاز باشه تا 230 ولت و اگر حالا سیستم به صورت سه‌فاز طراحی شده باشه، ولتاژی که توی مدارات داریم 400 ولت AC تعریف شده. استاندارد ما حالا خودمون به همین دو تا سطح ولتاژ در واقع به این دو تا سطح ولتاژ بسنده می‌کنیم، وارد سطح ولتاژهای بالاتر نمیشیم. توی استاندارد اومده که شما اگر که قرار یک هادی داشته باشی با سطح ولتاژ 230 ولت یا حالا با اون 10% اضافه ولتاژ که میتونه حالا هادی در واقع تحمل بکنه، ما سطح ولتاژ 250 اگر در نظر بگیریم، توی سطح ولتاژ 250 ولت، ولتاژی که ما میتونیم توسط دستگاه تست عایقی به هادی اعمال بکنیم 500 ولت DC هست و مقدار مقاومت عایقی اینجا خیلی مهمه. مقدار مقاومت عایقی که ما از هادی و یا حالا تجهیزات انتظار داریم که داشته باشیم نباید کمتر از 25 مگا اوم کمتر باشه، چون اگه کمتر باشه قاعدتاً یه جای کار در واقع میلنگه و ما یک نشتی جریان داریم که این میتونه به مرور زمان باعث گرم شدن اون نقطه و یا حتی باعث اتصال کوتاه و حوادث غیر مترقبه دیگه‌ای بشه که کل مجموعه و خدای نکرده محیط رو دچار آتش‌سوزی و سایر حوادث ناگوار دیگر بکنه. تو بحث سطح ولتاژ حالا 400 تا 500 یا 600 ولت هم ما سطح ولتاژی که قرار اعمال بکنیم به هادی 1000 ولت DC هست که غالبا اکثریت دستگاه‌های اعمال ولتاژ همون مگر توی بحث مقاومت عایقی این مقدار ولتاژ رو میتونن به مدارات ما اعمال بکنن و خروجی که ما باید از این مقدار اندازه‌گیری شده داشته باشیم نباید کمتر از 100 مگا اوم باشه، چون 100 ولتاژ هر چقدر بره بالاتر قاعدتاً باید مقاومت عایقی ما بیشتر بشه. تست مقاومت عایقی جزئی از مهمترین
آیتم های اندازه‌گیری توی تست های بدو تحویل و یا تغییراتی که ما حالا توی مدارات اعمال می‌کنیم میبایست لحاظ بشه، به خاطر اینکه شاید حتی کمپانی ها و برند هایی که دارن هادی های بردار رو تولید میکنن شاید توی اون خط تولید یک در واقع گپی پیش اومده باشه، یک اختلالی به وجود اومده باشه که ما قاعدتاً شاید اون هادی یا اون متریالی که از اون شرکت سیموکاب خرید کردیم اون مقدار افیشنسی راندمانی که باید برای ما داشته باشه و اون مقدار در واقع مقاومت عایقی که باید برای ما داشته باشه رو نداشته باشد و باعث بشه که به مرور زمان ما دچار حوادث ناگوار بشیم. و همین دلیل یک اصولی داره اندازه‌گیری مقاومت عایقی، ما باید به اونا پایبند باشیم. یکی از عوامل مهم توی بحث اندازه‌گیری مقاومت عایقی مقدار رطوبت هوا هست که این خیلی مهمه، چون هر مقدار رطوبت هوا بیشتر باشه قاعدتاً ما مقدار اندازه‌گیری مقاومت عایقیمون کاهش پیدا می‌کنه و ما رو شاید گمراه بکنه. توی این قضیه خیلی مهمه که توی دوستانی که توی شهرهای شمالی یا جنوبی هستن که گاهن بعضی روزا هوا شرجی هست و رطوبت هوا بالا هست، توی مقادیری که حالا اندازه‌گیری می‌کنند دقت نظر بیشتری داشته باشن، چون این اعداد میتونه کاذب باشه و دوستان رو توی اون نموداری که قرار طراحی بکنن دچار برداشت اشتباه بکنه. همینطور توی بحث درجه حرارت، اگر که یک هادی در واقع توی معرض نور مستقیم خورشید قرار گرفته و این درجه حرارت مثلا بالای 50 60 درجه هست، خب این ضریب کاهشی در واقع باید به اون مقدار اندازه‌گیری شده ما اعمال بشه، به خاطر اینکه ما بهترین دمایی که حالا استانداردها و کارخونه‌های سازنده و شرکت‌ها اعمال میکنن توی استانداردهاشون دمای 40 درجه سانتیگراد هست. یعنی بیشتر از دمای 40 درجه سانتیگراد اعداد قرائت شده خب قاعدتاً مقادیرش کاهش پیدا میکنه و باید از ضرایب کاهشی استفاده بکنیم تا اون هادی دچار شکست عایقی نشه و ما رو در واقع گرفتار نکنه. من یک توضیح اجمالی خواستم خدمت دوستان بدم که تو بحث اجرا افرادی که در واقع فعالیت دارن خیلی مراقبت داشته باشن، مراقبت بکنن هادی ها و اون سیمکشی که انجام میدن که تو چه محیط های مخاطره آمیزی قرار عبور بکنه، چون ما تو بحث پیری زودرس عایق های که حالا اطراف هادی ها قرار میگیره عوامل مختلفی هست که باعث پیری زودرس اون عایق میشه. از جمله موارد میتونیم بحث نزدیک بودن هادی کنار مواد شیمیایی، مواد محترقه، در واقع تنش‌های مکانیکی حین سیم کشی یا کابل کشی، تنش‌های ما به کابل اعمال می‌کنیم که اصلا نیاز نیست اینقدر کابل و پیچ و خم بهش بدیم، اینا گاهن باعث شکست عایقی میشه، باعث فرسوده شدن اون مقدار مقاومت عایقی هادی میشه که ما رو بعد از زمان بهره برداری دچار مشکل و داستان‌های بعدی خودش رو برامون ایجاد بکنه که گرفتاری خاص خودش رو داشته باشه. پس تو زمان اتصال کوتاه، اگه اتصال کوتاه شدید بود، قاعدتاً ما باید یکی از تست مقاومت عایقی باشه، چون اون تنش مکانیکی و الکترومکانیکی که به کابل وارد میشه یا به هادی اعمال میشه قاعدتاً میتونه عایق رو دچار استرس کرده باشه و اون استرس ناشی از این حادثه باعث از بین رفتن اون مقدار مقاومت عایقی بشه که ما مد نظر قرار بوده بهش در واقع بدیم تا بتونیم ادامه کار رو پیش ببریم. من در ادامه با نحوه اندازه‌گیری تست و کالیبره کردن دستگاه تست مقاومت عایقی بیشتر شما رو آشنا می‌کنم، چون برای خود بنده پیش اومده که یک در واقع تستی رو داشتم انجام میدادم با یک دستگاه و پیش خودم این بود که اعدادی که داره دستگاه خروجی من میده ایراد داره. بعدن که دستگاه رو در واقع آوردم و به آزمایشگاه فرستادم دیدم دستگاه اصلا کالیبره نیسته و دستگاه اعداد خروجیش کلا اشتباه بوده. به خاطر همین ما یک تست خیلی ساده و کارگاهی رو میتونیم بزنیم تا حداقل تو مرحله اول به این اطمینان و به این در واقع حالت ایدئال خودمون رو بتونیم وقف بدیم که